امروز اومدم با یه چیزکیک فوق‌العاده خوشمزه که کمتر کسی میتونه ازش بگذره. چیزکیک سن سباستین یا چیزکیک سوخته. خب برای شروع ما به 400 گرم پنیر خامه‌ای نیاز داریم. پنیر خامه‌ای که من استفاده میکنم پنیر خامه ویلی شرکت کالز. اون توی ظرف میریزیم و 30 ثانیه با همزن دستی هم میزنیم تا یک دست بشه. و در این قسمت شکر رو در 3 مرحله اضافه میکنیم و هم میزنیم تا یک دست بشه. وقتی به این بافت نرم که رسیدیم تخم مرغ رو اضافه میکنیم. هر تخم مرغ 30 ثانیه هم میزنیم و دورگیری میکنیم. و تخم مرغ دوم رو اضافه میکنیم و 30 ثانیه دوباره هم میزنیم. یه دورگیری تمیز میکنیم. حالا وانیل رو اضافه میکنیم. یه مقدار هم میزنیم تا یک دست بشه. حالا توی ظرف جدا 2 قاشق غذاخوری آرد سفید، 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و 1 چهارم قاشق چای خوری نمک تا 100 گرم خامه صبحانه با هم مخلوط میکنیم تا یک دست و بافت نرمی پیدا کنه. دقیقاً همچین بافتی. حالا خامه رو به موادمون اضافه میکنیم و 30 ثانیه دوباره هم میزنیم. و تمام. قالب رو از قبل چرب میکنیم. از کاغذ روغنی هم میتونید استفاده کنید. مواد داخل قالب میریزیم. حالا ضربه میزنیم حباباش گرفته شه. میذاریم تو آونی که از قبل تو دمای 180 درجه گذاشتیم گرم شه و میذاریم 35 تا 40 دقیقه بپزه. همینطور که میبینید روی چیزکیک اون کاملا طلایی شده. شما اگه دوست داشتید میتونید روش سس کارامل بریزید و نوش جان کنید. دکمه سابسکرایب رو بزنید و در ویدیوهای بعدی با من همراه باشین.